سلام، شام همه دوستا بخیر. تشکر میکنیم از بنیاد استاد پژواک که در راه اندازی سمینار علمی سعی و تلاش کردن و ما هم به نوبه خود میخوایم چند نکته در مورد استاد پژواک و حقوق زنان ابراز بکنیم. البته من مقاله خود بر سم دوستا میرسانم. اگر یک قسمت‌های از مقاله از خواندن باز میمانه معذرت میخوایم، اما به شکل کامل مقاله بعد از این سمینار نشر میشه. بر من اجازه بدین که از در قسمت اول از شخصیت استاد پژواک نقاط چند بگویم و بعد برم سر اصل موضوع. دوستای عزیز، قسمی که همه میدانیم استاد عبدالرحمن پژواک شخصیت شناخته شده و برخوردار از احترام در سطح ملی و بین المللی بود و استاد شخصیت چند بودی داشت. استاد دیپلمات سرشناس، شاعر، نویسنده، متفکر و همزمان انسان باشعور و مقاوم و در عین حال ظریف بود. وقتی با آثار، اشعار و کارنامه‌های استاد نگاه ژرف بیاندازیم، وی را با صفات در خور ستایش وطن دوستی، انسان دوستی، تقوای اجتماعی و سرشار از لطف و عاطفه، عیار صفت و خواهان بیروزی جامعه افغانی و تمام بشریت می‌یابیم. این را باید بگوییم که استاد مخالف با هر گونه زورگویی، استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی در سطح ملی و بین المللی بوده و پشتیبان استوار آزادی، حقوق بشر و دموکراسی بودند. از جایی که موضوع سخنرانی ما استاد پژواک و حقوق نسوان است، خواهم کوشید پیرامون همین موضوع سخن بگویم. یکی از آثار ژرف استاد داستان یک زن است که از آثار دوران جوانی استاد پژواک است. ای که من چرا در شروعی را بحث میکنم بعداً براتان توضیح میتونم که استاد در این اثر خود وضعیت اسارتبار زنان در طول تاریخ و همچنان روی اساس آزادیخواه و عدالت پسند و شور و هوج و عاطفه قهرمان داستان در این داستان که یک زن است به ترسیم میکشه. البته در دهه پسین زندگی خود استاد پژواک آثار خلق کرده که به توانایی‌های زنان و تشویق آنان به مشارکت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی پرداخته شده. در این میان میتونیم از بانوی بلخ و نایتنامه یادآوری کنیم و همچنان داستان یک زن که شاید عمرش از عمر من بیشتر باشه و در این تازگی‌ها خواندم و واقعا به دلم نشست و او مرا وادار ساخت که ایره در خط سخنرانی خود بگنجانم. و در این اثر من دیدم روی سرشار از مقاومت و مبارزه و عاطفه استاد پژواک که در او قهرمان داستان که یک زن بود ترسیم کرده بود و او از امی چون داستان تخیلی است و اما استاد پژواک ایره آن چیزی که در این به اصطلاح پیرایش و داستان نویسی پرداخته بود، این خودش از روی پر از عاطفه خود استاد سرچشمه میگیره. دوستان، من فکر میکنم که در این ارتباط به دیدگاه استاد عبدالرحمن پژواک و در مورد حقوق زنان دو بود زندگی خانوادگی و زندگی و تجربه اجتماعی سیاسی شانه باید مورد بررسی قرار بدیم و نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم و همچنان با دو تن از شاهدان زمانش به اصطلاح این موضوع مطرح شده و ایره دین خود میدانم که بسیار امانتداری از او یاد بکنم. در بخش اول میخوایم که سخنی داشته باشم در مورد عاملی که به احتمال قوی در سنین کودکی و نوجوانی استاد پژواک بر استاد اثر مثبت داشته و او هیست که داستان زندگی خانوادگیشان است که قاضی عبدالله پدر عبدالرحمن پژواک از عالمان دینی هوادار پیشرفت و ترقی افغانستان بود
و چنان که بعد از سقوط نوزاد امانی برغم فشارها حاضر نشد تا حکم تکفیر شاه امان الله را صادر کنه یا همچون فتوایی را تایید کنه و برخلاف او در فتوایی که صادر شد و مایت زمامداران نو برملا ساخت و حکم شرع و قانون در موردشان روشن کرد و قاضی عبدالله پس از صدور فتوا برای حفظ جان خود، یعنی پدر استاد پژواک، برای حفظ جان خود ناگزیر شد تا بالاخره خود به یک دهکده آبایی خود برسانه و تا پایان دوره اغتشاش در پناه و حمایت مردم در امان بمانه و حکومت هم برغم اعزام قوا موفق به دستگیری استاد نشد و تانستن که در اونجا در امان باشند. و احترام استاد پژواک به حقوق نسوان میتونیم از نوع برخوردش در قبار دختر بزرگش یادداشت کنیم یا ببینیم و قاضی عبدالله از حامیان حقوق زنان من جمله حامی حقوق زن برای کسب سواد و دانش آموزی بود. استاد قاضی عبدالله دختر داشت به نام بیبی فاطمه که خواهر بزرگ عبدالرحمن پژواک بود و ایره خود با نور سواد و دانش آشنا کرده بود و برف و مشوره زی فرزند ارشد خود اهمیت قائل بود و همچنان گفتنی است که قاضی عبدالله در کنار مشاغل دولتی خودش هم عالم دین بود و صاحب یک مدرسه بود و به تدریس شاگردان می پرداخت. و نقطه بارز دیگری که قاضی عبدالله در زمان حیات خود داشتی بود که در اون زمان حیات خود برای دختر خود میراثی که برش میرسید او را برش جدا کرد و برای دختر خود داد و در این قسمت گفت که عقد را از میراث در زندگی هم برایت میدهم، چون به حکم عنعنه رایج دختران پس از مرگ پدر معمولا نمیتوانند حق خود از میراث پدری را به دست بیارند. پسر بزرگ قاضی عبدالله که حفیظالله نام داشت و مرحوم عبدالرحمن پژواک از او باعث معلم و راهنمای خود یاد میکرد، خود هم قاضی بود و قریه شاعری داشت. قاضی حفیظالله مانند پدر هوادار نوزاد امانی بود، بعد که از روی علاقه و اخلاص امانی تخلص میکرد و قاضی حفیظالله که در عین وظیفه به دست عناصر شورشی به شهادت رسید، مانند پدر از هواداران ترقی و پیشرفت افغانستان بود. دو نکته دیگر در مورد فرهنگ خانواده استاد پژواک به نقل از خانم قریشه عبیدی دختر قاضی حفیظالله و نوی قاضی عبدالله که عروس بیبی فاطمه نیز میشه و شاهد زنده آن زمان است، در اینجا نقل میکنم. خانم قریشه عبیدی که یک بانوی با سواد و تعلیم یافته است و در حال حاضر با سن 92 سالگی از حافظه نیرومند برخوردار می باشه، در پاسخ به سوالات مطروحه می گوید: پدرکلان پدری من ماهانه به بانوان خانواده جیب خرچ کافی می داد تا اگر خواسته باشند بتوانند اشیای مورد نیاز و یا مورد علاقه خودشان را بخرند و نیاز نداشته باشند هر بار از او پول بخواهند. هر هفته خرد و بزرگ خانواده از زن و مرد در مجلس خانوادگی در حضور وی جمع می شدند و با مشورت همه پدرکلانم برنامه تهیه غذا در هفته پیشرو را تنظیم می کرد، طوری که در آن خواست هر یک از اعضای خانواده بازتاب می یافت. به باور من این فرهنگ و فضای خانوادگی در شکلگیری روحیه و افکار استاد عبدالرحمن پژواک بی تاثیر نبوده است. و یک سند دیگه در مورد دیدگاه استاد پژواک راجع به حقوق نسوان نامیش خطاب به نواسیش خانم پروین پژواک که خوشبختانه دمی شبان با ما هستند هست که استاد پژواک در بخش از این نامه به نواسیش که در او زمان محصل دانشگاه طب کابل بود و از قرار معلوم علایق شیری را از پدرکلان به میراث برده و امروز در جمع نویسندگان شاعران معاصر زن در افغانستان قرار دارد، چنین نوشته است: از اینکه در وادی زیبای شعر و هنر راه می‌پیمایی و نیز در طلب علم می‌کوشی به دل شاد شدم. سعی تو مستدام و موفق باد. جهان هرچند نیازمند ادب و هنر باشد، لاجرم به علم نیاز بیشتر دارد. دنیا بیمار است و بشر به درد مرگاور گرفتار.
اما یگانه نسخه علاج آزادی عقیده و بیان است. تفکر آزاد و تخیل آزاد در هنر و همگان آزاد از تعصب و تنگ نظری. کسانی که مانند تو استعداد شعر و هنر رو نیز فرصت کسب علم دارند، می باید با سپاسگزاری از این عطیه و موهبه بزرگ به رفع نیازمندی های مادی و معنوی بشر همت گمارند و دنیای بهتری برای آیندگان بسازند. در این بخش می خواهم تذکر بدم که تساوی حقوق زن و مرد از نظر پژواک اما و اگر و پیشاوند و پساوند نداشت. مثلا شعر بانوی بلخ پژواک در واقع بزرگ داشت از زن هوشیار، دانا، توانا، مدبر و دلسوز است که مسائل با عقل و تدبیر حل می‌کند. این شعر و همچنان شعر حقوق نسوان و آثار دیگر استاد به شمول نایدنامه و صراحت نشان میده که او حق مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان هم از زن و مرد بدون تبعیض و امتیاز یک برابر میداند و اما او در این زمان مخالف اقدامات صرف نمایشی، اجبار، تعمیل و افراط و تفرید در این مورد و مورد دیگر بود. آشنایی استاد پژواک با تاریخ و فرهنگ کهن سرزمین ما و منطقه ما با تاریخ اسلام و عرفان اسلام واقعی، واقعیت‌های موجود جامعه و همچنان آشنایی وی با آثار و افکار متفکران و نویسندگان بزرگ شرق و غرب و تاریخ تحولات و واقعیت‌های موجود جهان ما را میتوان از عوامل مهم دیگر در شکلگیری افکار و آرمان‌های استاد پژواک دانست. البته که سفرها و ماموریت‌های استاد پژواک در کشورهای مختلف، اشتغال در سازمان بین المللی کار و پسانترها، اشتغال وظیفه‌ای به حیث نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نماینده خاص و فوق‌العاده افغانستان در نمایش‌های مهم بین المللی، تصدی مقام ریاست مجمع عمومی ملل متحد، ریاست کمیسیون حقوق بشر و سایر ماموریت‌ها از جانب سازمان ملل و همچنان دولت افغانستان فرصت‌هایی برای آشنایی نزدیکتر و گسترده‌تر با واقعیت‌ها و گرایشات در جهان معاصر را برای استاد میسر ساخت. واقعیت است که استاد پژواک اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و اسناد متمم آن را از شمار ارزش‌های جهان شمول بشری می‌دانست، یعنی ارزشی که همه ابنای بشر، هم از زن و مرد، صرف نظر از این که در کجای سیاره زمین در کدام کشور و جامعه زندگی می‌کنند، دارای چه هویت تباری، ملی و عقیدتی و سیاسی هستند و دارای چه منشأ و موقع اجتماعی باید از مفاد آن برخوردار باشند. پژواک برابری زن و مرد در برخورداری از این حقوق و آزادی‌ها را نه تنها از نظر احترام و حیثیت و کرامت انسانی و عدالت انسانی و اجتماعی، بلکه در سطح ملی امر لازم برای پیشرفت، ترقی، پیروزی و سربلندی جامعه و کشور و تحکیم استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان و در سطح بین‌المللی امر حائز اهمیت برای صلح، ثبات و همکاری‌های سازنده میان ملل و کشورهای جهان جهت پیروزی بشریت می‌دانست. شایسته است در اینجا بار دیگر تاکید بورزم که رأی مثبت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس در سال 1948 به تصویب اعلامیه حقوق بشر به درجه اول مرهون سعی عبدالرحمن پژواک است. همچنان او در حد توان کوشید تا رویه و مفاد این اعلامیه و اسناد مکمله آن، طوری که دوستای دیگه هم گفتن، چنان که باید شاید وارد قانون اساسی افغانستان شود و در این زمینه نظریات خود به صورت تحریری و پادشاه و رئیس جمهور داود خان ارائه کرد. تفصیل کوشش‌ها را میتوان در کتاب خاطرات استاد پژواک خواند. البته استاد پژواک خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر، صفحات 79 تا 88. و اما در اینجا میخوام دو نکته دیگر از کتاب خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر که از سر استاد پژواک که در او دیدگاهش در مورد حقوق زنان و حمایت از این حقوق تبارز یافته به شما به گونه نمونه پیشکش کنم. در این اثر شادروان پژواک ضمن برشمردن کارهای مثبتی که سردار محمد داود خان در زمان صدارت خود انجام داده بود، از نقش وی در مورد از بین بردن اجبار استفاده از چادری، شناختن حقوق زنان، من جمله مشارکت زنان در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی به شمول کار در ادارات و مقامات دولتی با قدردانی یادآوری می‌کند.
و در این قسمت هم شما میدونین که در کتاب استاد پژواک خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر مراجعه بکنید. استاد پژواک همچنان می نویسه که هدف مبارزه ملی تنها استقلال سیاسی از یوغ سلطه و نفوذ اجنبیان نیست و حاکمیت ملی و تمامیت خاک آن را تکمیل نمی کند. همه حقوق و آزادی اساسی هر فرد به شمول زن، مرد و طفل باید بر اساس عدالت و مساوات بدون هیچ گونه تبعیض تامین شود، ورنه مملکت مستقل و مردم اسیر میمونند. این گفته نشان میده که استاد پژواک با آزادی حقوق بشر، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی معتقد بود و از همه مهمتری که به برابری زن و مرد باور داشت. در ختم میخوام با شعر حقوق نسوان از شاعر بلند مقام و وطن دوست، نویسنده و سیاستمدار سرشناس افغانستان استاد عبدالرحمن پژواک که در کتاب گلهای اندیشه به نشر رسیده، باعث زنی که تمام عمر آگاهانه در راه مبارزه به خاطر تامین حقوق زن عمر خود صرف کردم، با قدردانی از افکار و کوشش‌های وی سخنم را به پایان برسانم. و دوستای عزیز، از اون جایی که من دکلاماتور نیستم و همچنان تازه کرونا را پشت سر گذاشتیم، صدای من هنوز از اثر کرونا مشکل داره. پر از اینکه شعر به صورت شایسته به گوش همه شما برسه، از دکلاماتور توانای کشور خانم فرشته متی خواهش میکنم که مثل پیشتر این شعر با صدای زیبای خود دکلمه بکنه. تشکر از همه دوستا و از خانم ایمدی خواهش میکنم که شعر دکلمه بکنه. ممنونتان. نظر به محدودیت وقت مستقیم میریم به طرف دکلمه و شروع میکنیم. بسا سخن که از او کار ملک ویران است، بسا سخن که از او کار ملک ویران است، یکی از آن سخن اندر حقوق نسوان است. سخن نه بر سر مرد و زن است از پی جنس، سخن نه بر سر مرد و زن است از پی جنس، سخن شناس نی جان من، سخن آن است. نه هر که مرد نباشد زنش توان گفتن، نه هر که مرد نباشد زنش توان گفتن، نه هر که زن نبود در شمار مردان است. خطاست این که بود مرد در مثل خورشید، خطاست این که بود مرد در مثل خورشید، نه زن درست به تشبیه ماه تابان است. که زن نکرد از مرد استعاره نور وجود، فروغ هستی هر دو ز نور یزدان است. دو دست دارد زنسان که پیکر انسان، دو دست پیکر کشور زنان و مردان است. نه آن که راست شناسی و یکی چپ دگری، نه آن که راست شناسی یکی و چپ دگری، دو دست هستند یک دست این و یک آن است. به هر دیار که رفتم اگر دیاری است، به هر دیار که رفتم اگر دیاری هست، که فرق بین زن و مرد آن نه زینسان است. مرد بی خرد افتاده زن شده عاطل، اگر نه زن داناست مرد نادان است. سخن ضعیفتر از آن نمی شود که کنی، که آن ضعیفتر از این و این قویتر از آن است. در آن دیار که زن را ضعیف می دانند، ضعیف بودن زنها ز ضعف مردان است. به فرض گیرم باشد چنین ضعیف و قوی، که فرض کردن گاهی اساس برهان است. ستم روا نبود بر ضعیفتر از خود، ستم روا نبود بر ضعیفتر از خود،
که بر ضعیفتر از خود ستم بس آسان است. تشکر. بسیار تشکر فرشته جان. جهان سپاس از دکلمی زیبای شعر حقوق نسوان. واقعا یک شعر قوی و خیلی مهم است که محتوای زی باید توسط هر فرد در جامعه مد نظر گرفته شود. آنچنان که میگن دو دست دارد ز انسان که پیکر انسان، دو دست دارد پیکر کشور که زنان و مردان است.